سلام خدمت دوستان خوبم. حکومت گوگوریو که در سال 40 قبل از میلاد به دست فرمانده‌جویون و سوسانو تشکیل شد و مظهر قدرت جهان در شبه جزیره کره بود و به مدت 704 سال پابرجا بود. در اواخر عمر حکومت یعنی در سال 642 بعد از میلاد، پادشاه وقت گوگوریو به اسم یونگنیو نسبت به یکی از بزرگترین اشراف یعنی یونگ سومون که نفوذ بیشتری در دربار داشت نگران بود. پادشاه یونگنیو به همراه سایر مقامات نقشه قتلش کشیدند، اما بعد از اینکه یونگ سومون اخبار مرتبط با توطئه را شنید و با شروع یک کودتا یونگنیو و 100 تن از مقامات رو کشتش. او پسرعموی یونگنیو به اسم گوجانگ رو به تخت نشوند، ولی در واقعیت خودش به عنوان سپهسالار گوگوریو را کنترل میکرد. شیلا و تانگ دو حکومت در همسایگی گوگوریو بودند و یونگ سومون نسبت به حکومت‌های شیلا و تانگ خشم و کدورت داشت. در سال 644 تانگ شروع به آماده سازی برای یک لشکرکشی بزرگ بر علیه گوگوریو شد. در سال 645 بعد از میلاد، امپراتور حکومت تانگ یعنی تایزونگ که بلند پروازی شخصی در شکست دادن گوگوریو داشت و مصمم بود که در کاری که امپراتور قبلی حکومت تانگ شکست خورده بود موفق بشه و به همین خاطر شخصاً به گوگوریو لشکرکشی کرد. ارتش تانگ تعدادی از دژهای گوگوریو از جمله دژ مهم یودونگ در لیاونینگ امروزی رو تصرف کرده و در مسیر خودش ارتش‌های بزرگ گوگوریو رو شکست داد. شهر آنسی در شهر هایچنگ امروزی آخرین دژی بود که تصرف آن باعث پاکسازی شبه جزیره لیاودونگ از استحکامات دفاعی میشد. این دژ بیدرنگ در محاصره قرار گرفت، اما دفاع قابل توجهی توسط فرمانده کل آنسی به نام یانگ مانچون مانع نیروهای تانگ شده و در اواخر پاییز و با نزدیک شدن سریع زمستان و رو به اتمام بودن تدارکات امپراتور تایزونگ عقب نشینی کرد. این لشکرکشی برای چینی‌های تانگ ناموفق بود و آنها بعد از یک محاصره طولانی که به مدت بیش از 60 روز طول کشید در محاصره قلعه آنسی ناموفق بودند. امپراتور تایزونگ مجدداً در سالهای 647 و 648 بعد از میلاد به گوگوریو یورش برد، ولی هر دو مرتبه شکست خورد. امپراتور تایزونگ در نهایت در تابستون سال 649 بعد از میلاد به دلیل یک بیماری طبیعی درگذشت و بنابراین نتونستا به رویای تصرف گوگوریو در طول عمر خودش دست پیدا کنه. شکست گوگوریو برای امپراتور تایزونگ یک عقده روحی بود و بعد از مرگش در سال 649 پسرش امپراتور کائوژونگ رویای پدرش رو ادامه داد. بعد از پیشنهاد کیم چونچو اتحاد حکومت‌های شیلا و تانگ شکل گرفت. اونها به منظور شکست دادن اتحاد گوگوریو و بکچه در ابتدا بکچه رو تو سال 660 تصرف کردند و سپس تمام توجه خودشون رو به گوگوریو گذاشتن. اما امپراتور کائوژونگ هم در شکست گوگوریویی که توسط یونگ سومون هدایت میشد ناموفق بودند. یکی از مشهورترین پیروزی‌های یونگ سومون در سال 662 در نبرد ساسو اتفاق افتاد که او ارتش تانگ رو نابود کرده و ژنرال مهاجم یعنی پانگ ژیوتای را به همراه 13 پسرش کشت. بنابراین تا زمانی که یونگ سومون زنده بود، حکومت تانگ هیچ وقت نتونست گوگوریو رو شکست بده. در تابستان سال 666 بعد از میلاد، یونگ سومون به علل طبیعی مرد و گوگوریو به هرج و مرج افتاد. با کشمکش‌های جانشینی بین پسراش و برادر کوچکترش، گوگوریو روز به روز ضعیف‌تر شد. یونگ سومون 3 پسر داشت و مقام ولیعهدی توسط بزرگترین پسر یونگ سومون یعنی یون نامسنگ به ارث برده شد. اما زمانی که یون نامسنگ بعدها گشتی در قلمرو گوگوریو انجام داد، شایعاتی شروع به پخش شدن کرد، مبنی بر اینکه یون نامسنگ در حال تدارک برای کشتن برادرانش به نام‌های یون نامگون و یون نامسان بود که ولیعهد اونها را مسئول پیونگیانگ گذاشته بود و یون نامگون و یون نامسان هم نقشه شورش بر علیه ولیعهد رو دارن. بعداً یون نامسنگ ولیعهد مقامات نزدیک به خودش رو برای جاسوسی در مورد اوضاع پیونگیانگ فرستاد. یون نامگون برادر کوچکترش اون جاسوسا رو بازداشت کرد و خودش رو ولیعهد اعلام کرد و به برادر خودش حمله کرد. یون نامسنگ پسر خود چون هونگسو رو برای درخواست کمک به حکومت تانگ فرستاد. امپراتور کائوژونگ این موقعیت رو فرصت مناسبی دید و ارتشی رو برای حمله و نابودی گوگوریو فرستاد. در بحبوحه کشمکش‌های قدرت در داخل گوگوریو بین جانشینان یونگ سومون، برادر کوچکترش هم به شیلا پناهنده شد. در سال 667
ارتش چینی ها از رودخانه لیائو عبور کرد و دژ شین در فوشون امروزی رو تصرف کردش. پس از اون نیروهای تانگ با ضد حملاتی از جانب یوننامگون روبرو شدند. به همین خاطر نیروهای خودشون رو با نیروهای یوننامسنگ متحد کردند و تمام کمک‌های ممکن رو از او که پناهنده شده بود دریافت کردند. آنها در ابتدا با وجود این کمک‌ها به دلیل مقاومت گوگوریو نتوانست از رودخانه لیائو عبور کنند. در بهار سال 668 بعد از میلاد، لیجی توجه خودش رو به شهرهای شمالی گوگوریو معطوف کرد و شهر مهم بویو در منطقه جیلین امروزی رو تصرف کردش. در بهار سال 668 او از رودخانه لیائو عبور کرد و با هماهنگی ارتش شیلا، پیونگیانگ پایتخت گوگوریو رو محاصره کردش. یوننامسان و پادشاه بوجانگ تسلیم شدند و در حالی که یوننامگون به مقاومت در داخل شهر ادامه میداد، ژنرالش که راهب بودایی به نام شیسونگ بود، بر علیه فرمانروا تغییر موضع داد و خیانت کردش و شهر رو به نیروهای تانگ تسلیم کردش. این پایان گوگوریو بود و حکومت تانگ با متحد شدن با شیلا و با استفاده از اختلافات و کشمکش‌های داخلی گوگوریو بعد از مرگ یونگسومون حکومت گوگوریو رو شکست داد. ویدیوی بعدی من درباره قدرتمندترین پادشاه سلسله گوگوریو یعنی گوانگتو هستش که پیشنهاد میکنم اصلا از دستش ندید. حتما زیر این پست موضوعات مورد علاقتون رو با ما در میون بذارین تا ما ویدیوی مورد نظر شما رو درست کنیم و در آخر زنده باد ایران.